نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگی شما در عبادت الله متعال و تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر در معانی آن زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را بی‌نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر ما و شما توفیق نهاد تا در برنامه دیگر به همراه شما خوبان و سروران باشیم با آیات دیگر از کلام الله مجید و ترجمه معانی آن. در سوره مبارکه انسان در ادامه آیات سوره مبارکه انسان با شما عزیزان خواهیم بود و در برنامه گذشته عرض کردیم که سوره مبارکه انسان از سوره‌هایی است که در مکه مکرمه نازل شده و از نامش مشخص است که به انسان میپردازد و تاریخچه خلقت انسان و به صورت عموم و در ابتدای سوره اشاره فرمود الله متعال که انسان دورانی رو سپری کرده، هر انسانی که شیء ناچیزی، یک شیء قابل ذکری نبوده است، یعنی دورانی بر انسان گذشته که انسان اصلا وجود نداشته، همه انسان ها بلا استثناء، و بعدا الله متعال فرمود من اونها را خلق کردم از نطفه‌ای که نطفه ترکیبی و بین مرد و زن و همچنین و اون رو بعد از اون من گوشت لخته‌ای کردم و بعد اون رو شکل دادم و بعد برای او شنوایی و بینایی قرار دادم و راه رو نشان دادم. عده‌ای شکرگزار شدن و پذیرفتن و عده‌ای زیادی کفران نعمت می‌کنند و برای کسانی که نپذیرند الله متعال فرمود زنجیرها و غلها و غل زنجیرها و عذابی دردناک در انتظار اونهاست. اما کسانی که پذیرفتند و رستگار شدند و در راه الله متعال و دینش قرار گرفتن، الله متعال فرمود از شرابی می نوشند که جام‌هایی از شراب که طعمی از کافور دارد و چشمه‌ای که هر جا بخوان اون رو با خودشون میبرن. اینها کسانی بودند که به نذرشون وفا کردند و همچنین اینها میترسیدن از عذاب روز قیامت و به مسکینها و یتیمها و اسیرها غذا میدادند و رسیدگی میکردند و هیچ چشم داشتی نداشتند، نه تشکری و نه پاداشی و اجری مگر کسب رضایت الله متعال. و الله متعال فرمود که اینها میترسیدن از روز ترش رویی که در هم کشیده است چهره خود رو، یعنی روز قیامت، و به این خاطر الله متعال شر اون روز از اینها برحذر داشت، چون اینها میترسیدن، آمادگی گرفته بودند و الله متعال و بونها سرور و شادمانی و چهره بشاش عطا فرمود و خرم در روز قیامت عطا می‌فرماید، چون اینها در دنیا باعث خوشحالی دیگران و باعث خرم شدن چهره مسکین‌ها و یتیم‌ها و اسیران و درماندگان و بینوایان بودند و الله متعال اونها رو به جنت با ارزش وعده داد. در آیه 12 در ادامه می‌خوانیم که الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جزاهم بما صبروا. جزا و پاداش این عده به خاطر صبری که کردن جنتا و حریرا، جنتی است پر از نعمت و کالاهای از ابریشم. و جزاهم بما صبروا، پاداش اینها به خاطر صبری که کردن. صبر پاداشش جنت است، صبر پاداشش جنت است. و الله متعال می‌فرماید اینها به خاطر صبری که داشتن در جنت قرار گرفتن. صبر کن، استقامت داشته باش، پایانش شیرین است. هرچند که صبر کردن تلخ است و سخت است، اما پایان شیرین دارد. جنت و
لباسهای فاخر. متکئین فیها علی الارائک، اینها در جنت تکیه زده هستند بر تختهایی. جنتیان با هم به گفتگو میپردازن، در جنت تکیه میزنن بر تختهایی که برای اونها آماده شده است. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. این نشان از اوج نعمت و آسایش اونها داره. وقتی جمع میشن جنتیان در باغ‌های تخت‌های آماده میشه و می نشینن و تکیه میزنن و اونجا استراحت میکنن و با هم دیگه به گفتگو میپردازن و در این استراحتگاه‌ها این غالبا نشان از آسایش و آرامش و اوج راحتی اینهاست. لا یرون فیها شمسا، اون استراحتگاه‌ها مثل استراحتگاه‌های دنیا نیست که در دنیا استراحتگاه‌ها احیانا آفتاب اذیت میکنه، سرما اذیت میکنه. لا یرون فیها شمسا، نه خورشیدی هست که اونجا اذیت بکنه نورش و گرماش، ولا زمهریرا، و نه سرمایی هست تا سرمای اون انسان رو اذیت بکنه. بهترین و زیباترین استراحتگاه‌های دنیا و اماکن تفریحی دنیا هم می‌بینیم که بعضی وقتها شرایط آب و هوایی طوری پیش میره که اصلا انسان نمیتونه اونجا بره و استراحت بکنه و تفریح بکنه و لذت ببره. یا سرده یا گرمه یا بارانی هست یا طوفان هست یا باد هست و انواع و اقسام شرایط بد آب و هوایی. اما در جنت این گونه نیست. اونجا مشکل آب و هوا نداریم، مشکل شرایط بد آب و هوایی نداریم، نه گرمایی است و نه سرمایی است. و دانیةً علیهم ظلالها، سایه ها بر آنها نزدیکی انداخته است. نوری هست در جنت، اینجوری نیست که نور نباشه، نور هست و سایه‌ای ایجاد میشه که این سایه بیشتر جنبه تفریحی دارد. و دانیة علیهم ظلالها، و این سایه ها نزدیک است درختانی که در زیر این درختان میرن، شاخه های این درخت ها اینقدر نزدیک است که اینها وقتی که زیر سایه های اینها قرار میگیرن گویی که این سایه چسبیده به سر اینها. شاخه های درخت های پر از نعمت و پر از میوه. و دانیة علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا، و میوه ها برای اینها چنان آماده هستند و نزدیک هستند که اینها برای چیدن این میوه درختان نیاز نیست خودشون رو زحمت بدن و این میوه در انتظار اونهاست، نزدیک اونهاست. گویی که وقتی اراده بکنن تا میوهی بچینن، خود اون شاخه پایین میاد، اون میوه رو میگیرن و شاخه میره سر جاش میسته و اینا هیچ زحمتی به خود نمیدن برای اینکه این میوه رو بردارن. و در کنار این تختها خدمتگزارانی دارن و یطاف علیهم، دور میزنن بر اینها، به آنیة، با ظرف‌های من فضة، از نقره، و اکواب، و همچنین جام‌هایی که کانت قواریرا، از بلورند، جام‌های بلورین و شیشه‌ای که در اون شراب‌ها ریخته میشه و ظرف‌هایی که در اون نعمت‌هاست و میوه‌هاست و غذاها و خوردنی‌هاست و برای اینها تقدیم میشه و اینها مشغول لذت هستند و شادمانی هستند و عیش و نوش خود هستند. و قواریر من فضة، این جام‌هایی که بلورین هستند، جنس این بلورها، جنس این شیشه ها و بلورها از نقره است. در دنیا ما می‌دانیم که شیشه از نوعی شن و ماسه لب ساحل درست میشه و این سنگ رو ذوب میکنن و بعد میشه شیشه. اما الله متعال میفهمد اون شیشه ها و بلورهای جنت اونها از سنگ نیستن، اونها از نقره هستن. الله متعال بهتر میداند کیفیت او رو. قواریر من فضة قدروها تقدیرا، که الله متعال یک شکل بسیار عظیمی و عجیبی برای آنها داده است و اونها رو صنعتگری کرده. الله متعال خلقت خاص الله متعال از شکل و شمایل اینها، نقش و نگار اینها، براق بودن اینها، شفافیت اینها، با وجود اینکه از نقره هستن، چگونه اینها بلور نقره ای هستن، اینها رو فقط باید تجربه کرد و مشاهده کرد. و یسقون فیها کأسا، اینها نوشانده می شود، می نوشانند جنتیان رو، خدمتکاران اونها، کأسا، یک جامی، کان مزاجها زنجبیلا، که از مختلط شده و این خلط شده، مخلوط شده با عصاره از زنجبیل. زنجبیل، ما یک زنجبیل معروف داریم که بالاخره یک گیاهی است و
محصولی داره و زنجبیل بوی خوبی داره و طبیعتش طبیعت گرمی است و تشابه این زنجبیل با زنجبیل جنت در اسم است و در طبیعت گرمش. البته مزهشون متفاوت با این مزه است و اینها فقط به خاطر تقارب معناست. در آیات ابتدایی الله متعال فرمود که اونجا درباره کافور صحبت کرد که یک چشمه‌ای که مزاج اون مخلوط شده با کافور طبیعت سردی داره، زنجبیل طبیعت گرمی داره و این اشاره به این داره که در جنت هر دوی انواع و اقسام طبیعت‌ها مد نظر گرفته شده. و یسقون فیها کأسا، برای اونها نوشانده خواهد شد جامی که رائحه‌ای از زنجبیل داره و عصاره و با رائحه زنجبیل هست و مخلوطی از زنجبیل در اون. عینا چشمه‌ای در جنت هست، فیها در جنت، تسمى سلسبیلا، که به اون چشمه گفته میشه سلسبیلا. سلسبیل اسمش، سلسبیل به آب گوارا و روان و شیرین و خوشتم گفته میشه. این چشمه‌ای که اون نام داره به اسم سلسبیل، چشمه‌ای که نامش سلسبیل است. و یطوف علیهم، حالا کیه که خدمتکاران اینهاست؟ و یطوف علیهم، دور میزنه بر اینها، ولدان مخلدون، نوجوانهایی که اینها جاودانه خواهند ماند در جنت. اذا رأیتهم، وقتی که اونها رو میبینی، جمال اونها رو، حسبتهم لؤلؤا منثورا، اینها رو وقتی که میبینی به مانند مرواریده هایی که پخش و پلا شده باشن، گردنبندی از مروارید که ریسمانش کنده شده باشه و پخش شده باشن. مرواریدها اینها در جمال و زیبایی به مانند این مرواریدها هستند. هر چیزی که در جنت است در اوج جمال و زیبایی است و اینها رو الله متعال تشبیه کرد به لؤلؤ منثور و زنهای بهشتی و حورهای بهشتی رو به لؤلؤ مکنون تشبیه کرد الله متعال. لؤلؤ مکنون به مانند مرواریدی که در صدف هست و پنهان است. اینها رو فرمود لؤلؤ منثور، به مانند مرواریدهایی که پخش و پلا هستند، چون اینها در حال خدمتگزاری هستند، همیشه در حال حرکت هستند و فعالیت هستند. اما زنهای بهشتی و حورهای بهشتی برای خدمت گذاری نیستند، اونها خدمتگارانی دارند، اونها برای خدمت نیستند، اونها برای عشق ورزی و عشوه‌گری با همسران خودشون هستند. و اذا رأیت، وقتی که ای مسلمان، ای مخاطب قرآن، ای انسان، چشم بیاندازی در جنت، وقتی که وارد بشید در این عظمت، در این زیبایی، تصور کنید که من و شما الان وارد جنت شدیم. الله تعالی از این لحظه برای ما صحبت میکنه. و اذا رأیت، وقتی که انسان بعد از اون روز سخت قیامت و بعد از پل صراط و بعد از ترس افتادن در دوزخ و بعد از رد شدن از پل وعده قنطره که حق الناس رو بعد حساب کتاب بده، الان به دروازه جنت میرسه و ملائکه وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، و دسته و گروه به جنت داخل میشوند و ملائکه به اونها گفته میشود، دم در به اونها سلام میکنن، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، درود بر شما، سلام بر شما، به خاطر صبری که کردید بفرمایید چه جایگاه زیبایی در انتظار شماست. یا به اونها گفته میشه که ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، به سلامتی و زیبایی و آرامش داخل بشید در این جنت که امروز روز جاودانگی است. این بشارت ها داده میشه و انسان میاد وارد جنت میشه. و اذا رأیت، اما وقتی که اونجا چشم باز میکنی و میبینی و نظاره میکنی سمت چپ و راست خودت رو، از راست که نگاه میکنی، روبرو که نگاه میکنی، این طرف رو وقتی میبینی، وقتی بالای سرت رو میبینی، وقتی زمین زیر پای خودت رو میبینی. و اذا رأیت ثم، وقتی که میبینی آنجا رو، رأیت نعیما، نعیم میبینی، نعمتهای فراوان میبینی، و ملکا کبیرا، و یک پادشاهی با عظمتی میبینی. هر چیزی که در آنجا میبینی عجیب است، هر چیزی که در آنجا میبینی شگفت‌آور است. درختها رو که نگاه میکنی خلقتش تو رو به تحیر میندازه. وقتی که میوه ها رو میبینی و محصولات رو، وقتی که گل ها رو میبینی و سبزه ها رو، وقتی که کاخها و قصرها و آنچه که کاخها و قصرها ساخته شدن و شکل کاخها و قصرها و فضای کاخها و قصرها و اماکن تفریحی دور برش رو میبینی، در حیرت فرو میری.
وقتی که زمین جنت رو میبینی در حیرت فرو میری. نه گلیست، نه خاکیست، نه اونجا نقصی وجود داره. هر چی که میبینی طلاست و نقره است و زمرد است و الماس است و زعفران است و هر آنچه که بسیار زیباست در دور بر خودت میبینی. در انسان در حیرت باقی میمونه که این چه عظمتی است. و ملکن کبیرا، ملکی که الله متعال میفرماید بسیار عظیم است، اون ملک واقعا عظیم است. تمام دنیا رو الله متعال میفرماید و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. تمام پادشاهی های دنیا، قصرهای زیبای دنیا، گنجهای دنیا، تمام زیبای رویان دنیا، تمام مناظر زیبای دنیا، تمام زیباترین قصرها و ویلاهای عالم با تمام آن هنری که در ساخت اونها به کار رفته و معماری اونها، الله متعال میفهمد در برابر آن دنیا یک متاع بسیار ناچیزی است که اصلا به حساب نمیاد. وقتی که اونجا نگاه میکنی و اذا رأیت ثم رأیت و اذا رأیت ثم، آنجا رو که مینگری رأیت نعیما ثم، یعنی آنجا، وقتی آنجا رو مینگری رأیت نعیما، نعمتهای فراوان و ملکا کبیرا، یک ملک و پادشاهی با عظمتی رو میبینی. متحیری که اینجا کجاست، اینجا چه خلق کرده الله متعال. تمام آنچه در دنیا انسان دیده بود رو فراموش میکنه به مجرد یک نگاه که به خودش میاندازه. علیهم ثیاب سندس خضر و استبرق، لباسی که به تن داره نگاه میکنه، ابریشم‌های نازک سبز رنگ و ابریشم‌های کلافت به تن کرده و در تعجب میمانه که این لباس چه لباسی است. این کیفیت دوخت رو نگاه میکنه، نقش و نگار و لطافت رو نگاه میکنه، رنگ رو نگاه میکنه، تنوع هنر به کار رفته رو نگاه میکنه. انسان در حیرت باقی میمونه که اینجا کجاست. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا علیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضه، دستبندهایی به اونها پوشانده می شود از نقره که نقش و نگارهای عظیمی دارد. و در سوره کهف می فرماید و حلوا اساور من ذهب، و همچنین به دستهای اونها میشه دستبندهایی از طلا، دستبندهایی از طلا و دستبندهایی از نقره. وقتی که نگاه میکنه، اینها کسانی بودن که در دنیا به دنبال این فخر فروشی ها و به دنبال این مسائل نبودن. اونها همه چیز رو، مردانشون به خاطر الله ابریشم نپوشیدن، طلا به دست نکردن. الان اونجا به دست اینها خواهد شد. اونها همه زیورآلات است، اونها آرایش شده اند. و حلوا اساور من فضة، دستبندهایی از نقره و طلا در جای دیگری از آیات به دست آنها خواهد بود و اینها رو سر تا پا زینت کردن. جمالش رو نگاه میکنی چه جمالی. اون جسم ظاهرش این است اما این حقیقتش فرق میکنه. این چهره هیچ نقصی درش نیست، بسیار زیباتر شده، زیبای زیبای زیبا. در حیرت است انسان از خلقت خود. و سقاهم ربهم، و پروردگارشان الله متعال آنها را می نوشاند شرابا طهورا، شرابی بسیار پاک و پاکیزه به اینها داده می شود. نعمت الله متعال، جنت، نعمتهای الله جاری است. همین که الله متعال از انسان راضی است. و رضوان من الله اکبر، در جنت نعمتی است فراتر از همه این نعمتها و آن رضایت خود الله متعال است. و رضوان من الله اکبر، رضایت الله متعال فراتر از همه آن نعمتهایی است که توصیف میشه. و وقتی که الله متعال میفرماید سقاهم ربهم، پروردگارشان می نوشاند آنها را شرابا طهورا، نوشیدنی شرابی بسیار پاک و پاکیزه که نه بوی بدی داره، نه تعفنی داره، نه انسان رو دچار مشکلات جسمی میکنه و نه عقل انسان رو زائل میکنه. این شرابی است که الله متعال می نوشاند به بندگان خاص خود در جنت الفردوس. و وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره، اون چهره هایی که بشاشن، سرسبز و خرمن، به سوی الله متعال، ذات باری تعالی، به سوی ذات الله متعال نگاه میکنن و ذات الهی رو میبینن و بسیار شادمانن. این نعمت ها پاداش شماست. و کان سعیکم مشکورا، اون تلاشی که می کردید مورد قدردانی قرار می گیرد. پروردگار شما قدر شناس است، قدر می داند. تشکر میشن اونجا، از اونها سپاسگزاری میشه، قدردانی میشه
اون تلاشی رو که کردید و کان سعیکم مشکورا، تلاش قدردانی می شود. نعمت بهشت به خاطر تلاش است، گرچه همه به خاطر رحمت الله تعالی است، اما تلاشی نیاز داره تا این رحمت رو جلب بکنه. تلاش من و تو و رحمت الله متعال. ان هذا کان لکم جزاء، این پاداش شماست. و کان سعیکم مشکورا، شما سعی میکردید، تلاش میکردید برای به دست آوردن این روز. چقدر ما تلاش میکنیم روز تا شب. صبح از خانه میره بیرون، شخص خسته و کوفته، شب برمیگرده، دوباره میره و برمیگرده، تفریح نداره، تعطیلات نداره، آسایش نداره، سختی ها، مشکلات، مصیبت ها، غم ها، غصه ها، حرف این حرف اون، طعنه این طعنه اون، اخلاق بد صاحب کار، مدیر بالا سر، این اون رو، سرما گرما، مسافرت، غربت، هجرت، همه رو تحمل میکنیم. به خاطر چی؟ همه این سعی و تلاش به خاطر به دست آوردن مقداری مال دنیاست، تا ذره آسایش در زندگی خود بیاریم به نسبت آنچه در جنت است. سقفی بالای سر ما باشه، ناقوی نون خشکی داشته باشیم، کنار خانواده بشینیم، جای گرمی در زمستان، جای خنکی در تابستان داشته باشیم. چند روز زندگی میکنیم؟ چند سال؟ بعدش چه میشه؟ مرگ میاد و همه ما رو از هم جدا میکنه. اتفاقات زندگی همه ما رو پخش و پلا میکنه. این نعمت حقیقی اینجاست. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی میبینی اونجا رو، نعمتهای فراوان و ملک عظیمی رو میبینیم. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این حکایت باید با هم مسابقه بدن کسانی که اهل مسابقه هستن. اینجا جای آسایش من و توست، اینجا خانه حقیقی من و توست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز به آنجا رویم که آنجا ملک ماست. اینجاست، برای این باید سرمایه گذاری کرد. باید به فکرش باشیم که چگونه خانواده خودمون رو، فرزندان خودمون رو، همسرمون رو، خواهر و برادرمون رو، پدر و مادرمون رو، دوستان و عزیزانمون رو به اینجا برسانیم. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، نعمت و ملک و پادشاهی عظیم. اینجا جایی است که دیگه غمی نیست، غصه‌ای نیست، فراقی نیست، دوری نیست، مصیبتی نیست، جدایی نیست، ترسی نیست، گرسنگی، تشنگی، بیماری، مرگ، هیچی نیست. اینجاست. این حقیقت زندگی، این حقیقت لذت، این حقیقت سعادت و خوشبختی. برای این باید تلاش بکنیم. ما آمدیم تا به اینجا برسیم. در سوره انسان الله متعال به ما یاد میده که توی مسلمان، توی انسان خلق شدی تا مسلمان باشی، تا راه رو پیدا بکنی، تا به این برسی، اینجا بری لذت ببری. این سوره رو رسول الله علیه السلام در نمازهای صبح میخواندن در روز جمعه، تا روز جمعه که محل وقت استراحت مسلمانان است، روز تفریحشون، بشینن و فکر بکنن با خودشون در محتوای این آیات، در محتوای این عظمتی که نهفته است در خلال این آیات، و به دنبال این باشن که سعادت حقیقی، تفریح حقیقی اونجاست، تعطیلی واقعی اونجاست، خوشبختی واقعی و تفریح واقعی اونجاست. روز جمعه این سوره خوانده میشه در نماز صبح، سنت است، تا ما نشان بده که حقیقت تعطیلی واقعی شما، سعادت واقعی شما، تفریح واقعی شما، گشت و گذارهایی که میکنید امروز روز جمعه برای شما خیلی خوب هست. حقیقت همه اینها، زیباترین های اینها روز جنت است. اون روزهایی است که در جنت می روید. فراموش نکنید، جنت رو فراموش نکنید. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا، من الله با عظمت بر تو قرآن رو تدریجا نازل کردم ای پیامبر من. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، ما این قرآن رو نازل کردیم برای شما. میخواید به جنت برسید، قرآن رو محکم بگیرید و در راه اطاعت دستورات قرآن، فاصبر لحکم ربک، در راه حکم اطاعت دستور الله تعالی، فاصبر، صبر کن. درست سخته، مشکلات هست، سختی ها هست، گرسنگی ها هست، تشنگی ها هست، غم هست، غربت هست، اما صبر کن. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، نشه که در سختی ها و مشکلات و مصیبت های زندگی به دنبال گناهکاران بیفتی، اطاعت کنی از اونها، ناسپاسان و کافران و کفر پیشگان رو اطاعت بکنی. ولا تطع منهم آثما او کفورا، صبر کن، صبر کن، صبر کن در راه مبارزه با
کفر، مبارزه با شرک، گناهکاران تو رو اذیت میکنن، کافران تو رو اذیت میکنن، صبر کن، استقامت کن. فاصبر لحکم ربک. آیات قرآن به تو کمک میکنه که صبر کن. ان نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر. ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تدریجا، فاصبر، صبر کن، قرآن بخون. فقرأ ما تیسر من القرآن، فقرأ ما تیسر من. هر چقدر میتونی از قرآن بخون، هر چقدر میتونی از این کتاب بخون. این به تو کمک میکنه. قرآن به ما کمک میکنه در زندگی. صبر به ما یاد میده، به ما آموزش میده صبور باشیم، زندگی رو بفهمیم، مشکلات رو تحمل بکنیم. قرآن بزرگترین وسیله برای تمرین صبر، به ما یاد میده صبر رو، نیروی صبر رو در ما به وجود میاره قرآن. واذکر اسم ربک بکرة و اصیلا. یاد کن پروردگار تو صبح دم و شامگاه. صبح و شب به فکر الله تعالی باش، به ذکر الله تعالی، به یاد الله متعال. نمازات رو بخون، عبادت بکن، قرآن بخون، تسبیح دست داشته باش، همیشه دست به کار باش و زبان با ذکر یار مشغول باش. عبادت کن، ذکر کن الله متعال رو. الله متعال میفهمد ذکر شما رو یاری میکنه در مسیر صبر، به شما صبر یاد میده در مسیر اطاعت از الله متعال. و من اللیل فاسجد له. شبها برای الله تعالی سجده کن، نماز عشا، نماز مغرب. در آیه واذکر اسم ربک بکرة و اصیلا، الله تعالی رو صبح و شام یاد کن. صبح نماز بخون، ظهر تو بخون، عصر مغرب تو بخون. و من اللیل فاسجد له، نماز عشا رو بخون، وترت رو بخون. و سبحه لیلا طویلا. این شبهای دراز رو ذکر کن الله متعال رو. وقتی در شب بگذار برای ذکر، برای یاد به الله متعال، مناجات به الله متعال، نجوای به الله متعال، ذکر الله متعال. همش به فکر فیلم دیدن و سریال دیدن و تفریح کردن و بازی کردن و سرگرم شدن نگذره. نیروی درونی خودت رو تقویت کن، با الله متعال از درون خودت رابطه بگیر تا نیرو پیدا بکنی، تا صبور بشی، تا در مسیر زندگی صبر یاد بگیریم. ان هؤلاء یحبون العاجله. مشکل انسان ها اینه که اینها فقط همین دنیا رو میخوان، پیش چشمشون رو میخوان، عجله دارن، چیزی که سریع هست و عاجل هست رو میخوان. و یذرون وراءهم. و پشت سر گذاشتن یوما ثقیلا، یومی که بسیار سنگین خواهد بود. نحن خلقناهم. من الله با عظمت اینها رو خلق کردم. و شددنا اسرهم. و بند بدن اینها رو، مفصلهای بدن اینها رو من الله متعال که محکم کردم. من اینها رو آفریدم، من اینها رو خلق کردم، من خالق تو هم، من اختیار زندگی تو به دست من است. و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. و اگر بخوام همه انسان ها رو از بین ببرم، مثل شما دوباره به وجود میارن. ای شیء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین. اگر الله متعال بخواد شما را، هی مردم همه رو از بین میبره، گروه دیگری رو جایگزین شما میکنه. ثم لا یکونوا امثالکم. اونها باز دیگه مثل شما نخواهند بود. الله متعال اگر بخواد ما رو در یک لحظه از بین خواهد برد. بیا بنده خوبی باشیم برای الله متعال. این هذه تذکره. این پند است برای شما، این کلام، این قرآن، این آیات، این سوره. فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. هر کسی میخواد برگرده به سمت الله متعال، راه الله متعال باز است. الله متعال همه گناهان شما را میبخشه. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. نه تنها میبخشه، بدی ها رو تبدیل به نیکی ها میکنه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. همه گناهان رو میبخشه. برگرد، بخوا از الله متعال که تو رو توفیق بده، توبه بکنی. از الله بخوا تو رو دوستش بکنه. از الله بخوا که تو رو توفیق عبادت بده، چون که تا الله نخواد هیچ کاری نمیتونی بکنی. و ما تشاءون الا ان یشاء الله. و تا الله نخواد شما نمیتونی چیزی بخوای مگر اینکه الله اراده او و مشیت او بر اون رفته باشه. ان الله کان علیما حکیما. الله تعالی حکیم است. الله متعال علم دارد و حکمت دارد، همه چیز را میداند. خودش میدونه که بهترین چیز برای بنده در بهترین وقت چگونه است. تشخیص میده برای تو. از الله بخوایم که برای ما توفیق عبادت بده، توفیق محبت خود رو بده، عشق خود رو بده، علاقه خود رو بده، ما رو با خود وصل بکنه، ما رو از یاد خود غافل نکنه. توفیق رو الله باید ما بده. و ما تشاءون الا ان یشاء الله. ان الله کان علیما حکیما. الله تعالی بسیار علم داره و حکمت داره، میدونه که چه کسانی شایسته هستن و اونها رو توفیق خواهد داد. یدخل من یشاء فی رحمته. هر کسی رو که بخواد و اون بنده طالب باشه و از الله بخواد، الله هم میخواهد و او رو در رحمت خود داخل خواهد کرد.
لذت عبادت رو به او میچشاند، لذت رابطه با خود رو به او میچشانه، لذت دینداری رو به او میچشانه. قبل از اینکه وارد جنت بشه و لذت جنت رو بچشه، لذت عبادت الله متعال رو در این دنیا میچشه. قبل از اینکه لذت ملاقات الله متعال رو در جنت و همکلامی با الله متعال و مشاهده ذات الهی رو تجربه بکنه، در این دنیا لذت عبادت الله متعال و نجوای با الله متعال و ذکر الله متعال رو به او خواهد داد. یدخل من یشاء فی رحمته اما والظالمین اعد لهم عذابا الیما. اون کسی که ظالم است و نمیخواد و الله متعال رو فراموش کرده، اون رو الله متعال عذاب دردناکی برای او آماده کرده است. الله متعال ما شما رو توفیق بده تا بندگان خوبی برای الله متعال باشیم و ما رو در رحمت خود داخل بگرداند و توفیق عبادت نصیب کند و محبتش رو، و ما رو در جنت الفردوس نصیب بکنه که این نعیم و ملک کبیره رو مشاهده بکنیم با چشم سر، و این کار بر الله متعال آسان خواهد بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني